روز اول آموزش کال آف دیوتی موبایل با من. اگه میخوای فضای دیدت از اون تبدیل بشه به این، کافیه بیای تو ستینگ، اینو بزنی تا تنظیمات برگرده به حالت قبل، بخش بیسیک، و بیای پایین. اینی که رو 60 رو ما با تا آخر ببریم تا تبدیل بشه به این. اگه موقع فایت با انمی اسکین میره پشت دیوار و نمیتونه انمی دقیق ببینی، این که مشکلی نیست، بیا با هم دیگه درستش کنیم. میریم تو ستینگ، اینو میزنیم تا برگرده به حالت قبل، بخش بیسیک، میایم پایین و این رو آنش میکنیم و حالا تمام، اون مشکل شما برطرف شد. یا اگه گانت دیر سویچ میکنه و اگه بازیکنه رد بالا رو دیده باشید ببینید خیلی گانشون سریع سویچ میکنه، کافیه بیاید تو ستینگ، بخش بیسیک و بیاید پایین و این رو آنش کنید و تمام، گان شما خیلی سریع سویچ میشود. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.